حاج آقا سلام. سلام قربان. خسته نباشین. فداتون بشم. خب بینندگان عزیز، در خدمت یکی از استادان بزرگ صنعت کفش هستیم و میخوایم از ایشون بپرسیم که چند سال سابقه کار دارن و خودشون رو معرفی کنن. خب حاج آقا میشه خودتون رو معرفی کنید برای بینندگان عزیز؟ بنده خلیل شنوار هستم، مدت 40 سال تو کاری پسوی شده هستم. پسوی سازی همین روی کفش رو بهش میگید پسوی؟ بله بله. درسته؟ بله. به بینندگان عزیز عرض کنم که باید ببینیم که حاج آقا چقدر زحمت میکشن تا این صنعت کفش یک کفش بشه و تحویل ماها داده بشه. خب حاج آقا از کارتون توی این مدت 40 سال که زحمت میکشید راضی هستید؟ نه قربان. چرا؟ به خاطر اینکه دستمو گذاشتم روی این کار، پامو گذاشتم، قلبمو گذاشتم، داغون شدم توی این کار. یه نه زندگی دارم، نه ماشینی، نه وسیله‌ای. خیلی این کار چیر یا تخمیه. ببخشید حاج آقا آرزوتون چیه؟ آرزو دارم که این کس که این چکاشا داد دست ما، مشترات داد دست ما، گردنا داد دست ما، بلندش به تو قب بکشنش بیرون. آبگم چی خورده خاری کسکش، همین طرف بکنم تو چونش کسکش. بله من معذرت کنم.